سلام آقای هاشمی، حال و احوالتان چطور است؟ شنیدم تازگی ها خواب امام را دیده اید که ایشان فرمودند بیشتر از زمان حیات هوای مملکت را دارم. خدمت رئیس خبرگان ملت درس پس میدهم، اما اولا قرار نیست خواب شخصی برای همه تعریف شود و در فقه مبین اسلام هم خواب هیچ گونه حجیتی ندارد. ثانیاً شاکی هم چرا حالا که تعریف کرده اید کل خواب را نگفته اید؟ چرا از دلیل اصلی نگرانی امام برای انقلاب چیزی نگفتید؟ چرا نگفتید که حضرت امام از دنیا دوستی و حب مقام برخی خواص و مسئولین نگران است؟ چرا از ولایت مدار نبودن برخی از نخبگان سیاسی چیزی نقل نکردید؟ چرا نگفتید که حضرت امام درباره تربیت فرزند چه گفت؟ راستی امام درباره آقازاده‌های فراری چیزی نگفت؟ اصلاً چرا خواب عتاب‌آلود امام را خوش و بش و دوستانه نمایش دادید؟ چرا از تشرهای امام درباره وقایع بعد از انتخابات و سکوتتان در برابر ظلم‌هایی که به نظام و انقلاب رفت چیزی نقل نکردید؟ راستی جناب آقای هاشمی، میخواستم بپرسم چرا به جای اینکه دست به دامن خواب و رویا شوید از سیره امام و 21 جلد صحیفه ناطقه امام حرفی نزدید که یادم آمد شما با سیره امام مشکل اساسی دارید و فقط به سابقه رفاقت با امام می‌نازید. البته آقای هاشمی، ما از این خواب‌ها زیاد شنیده ایم. ماجرای خواب معروف آقای کروبی در سال 84 که یادتان هست. فکر میکنم بعد از این هم آقایان موسوی و خاتمی و کروبی و بقیه حضرات خواب امام را ببینند که با آنها درد و دل میکند و از آنها میخواهد که انقلاب را به دست نااهلان و نامحرمان ندهند. خب آقای هاشمی، سرتان را درد نیاورم، ولی امیدوارم خوابهای جناب عالی مانند برنامه‌های متحدانتان دست نوشته جورج سوروس و جین شارپ نباشد. و السلام.